ما با یگان همسایگی یگان بدی کدگی نبودیم. وقتی در روسیه بودم دختره من بهترین دختر بودم. بچه‌م هم اویلم بهترین اویلم بود. اینا با همین زندگی این بچه همسایه کده همه سیر نمیدونستن. خونه مونده جو اسباب مونده جو با کوال زده دختر ما بچه ما کشته هم کوچه قدی هم کوال قدی کامش اسبابای خودم. این صدای همان مرد است که با شنیدن یک خبر ناخوش علیه دنیا برایش سرد شد. صدای همان مرد است که به خاطر تأمین اهل و عائله و فرزند در مهاجرت مهنتی کار و فعالیت میکرد. اما وقتی به این زنگ میزنند میگویند که مرد دوستم خودت را به دست بگیر زیرا زن و فرزندهایت را کشتند. آیا تصور میکنید که دنیا بالای سر این مرد چپه می شود؟ السلام علیکم برادران عزیز، خواهران مهربان، امیدوارم شما خوب هستید. بر شما سلامتی خواهان هستم. ناگفته نماند خبر گرفته شد از صحیفه رسمی آزیا پلیوس. دوستان عزیز، بر هر یک ما و شما معلوم است هفته پیش در سامانه‌های اجتماعی خبر نشر گردید و هر یک انسان خون مسلمانی دارد، هر یک انسان وجدان دارد، هر یک انسان مسلمان هم میگوید با شنیدن این خبر یک حسیات، یک ترس و وهم در دل او جا می شود. چگونه انسان می تواند اینقدر بی‌رحم باشد؟ چگونه انسان می تواند اینقدر بیخون باشد؟ وقتی یک زن را با همراه سه فرزندش کشته می روند. وقتی این خبر در سامانه‌های اجتماعی نشر گردید علیه بر عائله ما هم رسید، باور کنید حتی در روز می ترسند که از خانه برآیند. بعد از نماز شام درها همه قفل است. باور کنید با یک خبر ناخوشی که در تمام تاجیکستان علیه پخش شد ما خبردار هستیم، شنیدیم و دائم این یک ترس و وهم برای همان زنهایی که شوهرهایشان در حدود فدراسیون روسیه هستند. البته این یک حادثه سخت است. با انسان با تصور کردنش میگه که این خیلی شد، اما صد آفرین به این مرد که یک باره خبر را میشنود دنیا برایش تاریک میشود. خداوند با این برادرمان اکه‌مان صبر دهد، زیرا این مصیبت ها پس این مصیبت ها یک حکمت خاصی دارد. شاید خداوند در این دنیا نداد، در آخرت نصیبش گرداند. حواله بد را به خداوند میسپاریم، زیرا خداوند خودش چاره چنین بدبخت را دهد. زیرا این یک حادثه این ناخوش نیست، حادثه عادی نیست. این حادثه را باید حادثه عادی قبول نکنیم. این یک حادثه هست که چگونه که گفتم زنهایی که شوهر دارند و فرزندها دارند، اگر شوهرهای آنها در روسیه باشند شب و روز تلخشان میکفد. بر همه شما سلامتی خواهان هستم. خود و نزدیکان خود را احتیاط کنید. سلام دوستان، سنجش شناسنامه خارجی یعنی که زاگرام پاسپورت برای شما مشکل شده است و شما نمیتوانید در کجا چطور بسنجید. و اما پیش راه این مشکل شما را گرفتیم. شما اکنون میتوانید در خانه نشسته پاسپورت های خود را بسنجید و جواب درست را بگیرید. تنها با طریق واتساپ با این برادر صحبت کنید. این برادر بر شما چیزی گفت همان کار را بکنید. البته جواب پوره و عمیق به شما روان میکنند و امروزها هم ای کار را رایگان نمی شود کرد، یعنی که اینها حق کاریشان را نیز میگیرند. به شما برای کار